بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و مهتران. الله رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر هم این فرصت رو نصیب ما کرد تا خدمتگزار شما خوبان باشیم و عزیزان در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل به همراه شما هستیم و همراهی احمد جان و رفیع جان و جاوید جان و منیر جان و فرید جان، جانان عزیزی که پشت صحنه همیشه زحمت میکشند تا تصاویر ما به شما برسه، نوجوانان و جوانان برومندی که افتخارات وصال حق هستند و امیدواریم که فرصتی پیش بیاد که همه این 5 نفر رو بیاریم جلوی دوربین برای شما معرفی بکنیم، از نزدیک ببینید. احمد میگه دردسر درست نگم، برای من یک دفعه که تو اومد، یک دفعه بقیه نیومدن هنوز. و در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما عزیزان هستیم و باز هم الله رو شاکریم که جناب دکتر همچنان در استودیوی وصال حق افتخار دادن و تشریف آوردن و همراه ما هستند و هرچند که شاید خانواده محترم زیاد خوشحال نباشن از اینکه جناب دکتر همچنان اینجا پیش ما هستند، اما غیر از خانواده محترم جناب دکتر بقیه خوشحالن که جناب دکتر همچنان در داخل استودیو هستند. جناب دکتر عرض سلام و ادب احترام. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سلیمانی جون عزیزم، این جوون برون جون عزیز که همه اتاق کنترل رو جان جان کرد و یادش رفت که حداقل به من هم یه جوانی نثار بفرمایند. عرض سلام و احترام و ادب هم دارم خدمت همه شما بینندگان جان و امید است که انشالله در این دیدار نوین و دیدار جدید مسائل رو مطرح کنیم که بسیار بسیار حائز اهمیت هست برای روابط خانواده و روابط زناشویی. امید است که انشاءالله ما رو تا با پایان برنامه همراهی کنید، چون که در این برنامه به ویژه میخوایم به نکاتی اشاره کنیم که بسیار حائز اهمیت است. چه شما به اصطلاح جوانای دم بخت باشید یا جوانای فردای ما باشید و چه جوانایی که به اصطلاح جوانای دیروز، در هر حال به هر حال به این مسائل نیاز هست و دانستنش بسیار مهمه و انشالله در این برنامه همراه با استاد سلیمانی انشالله این مسائل رو با هم انشالله پیگیری میکنیم. انشالله. ممنونم از جناب دکتر جان جانان و ما در برنامه‌های گذشته اگر همراه ما بوده باشید در موضوعی سخن را آغاز کردیم که زیاد موضوع دلپسندی نیست برای همه ما و علل خصوص عزیزانی که تشکیل زندگی مشترک دادند، نه تنها برای خودشون، برای اطرافیانشون، برای خانواده های اونها. موضوع تلخی که یک راه حل و یک راه برون رفت از مشکل هست و دیگه میشه گفت از آخرین راه های علاج یک مشکل هست در داخل یک خانواده، به مانند قطع یک عضو از بدن که بسیار دردآور هست برای یک انسان وقتی که عضوی از بدن اون قطع بشه، اما به ناچار، یعنی به حدی میرسه بعضی وقتا مشکل که دیگه چاره جزئی نیست که برای نجات دیگر اعضای بدن اون عضو قطع بشه. طلاق هم همچین حالتی داره و خدای نکرده دیگه اگر مشکل بیش از حد حاد بشه، به درجه‌ای برسه که دیگه هیچ راه حلی نباشه، انسان به اون فکر خواهد کرد. از عوامل طلاق صحبت کردیم در 2-3 برنامه گذشته و از خود برداشت درست نسبت به طلاق، راهکارهای طلاق به تفصیل درباره اونها سخن گفتیم و در برنامه‌های گذشته در ادامه بررسی موضوع عوامل طلاق در این برنامه هم ما انشاءالله این موضوع رو به همراه شما عزیزان ادامه خواهیم داد و عواملی که سبب ایجاد طلاق میشه. ما به چند عامل مهم و ریشه‌ای در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که انشاءالله جناب دکتر باز هر چقدر که صلاح ببینن اشاره خواهند داشت به موضوع هفته‌های گذشته و آنچه که در مورد عوامل طلاق مطرح شد و همچنان این مسیر رو
ادامه میدیم به همراه شما عزیزان و بررسی دیگر عواملی که سبب میشه که خدایی نکرده زندگی به طلاق بکشه. جناب دکتر شما موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. همونطور که استاد سلیمانی عزیز اشاره فرمودن، ما در جلسات پیش روی این مبحث بحث دادیم که چه عواملی باعث میشه که اون جو عطوفت و روابط صمیمانه و یک کیان مشترک رو تشکیل دادن به هم میخوره. کلاً طلاق یک داروست و دارو هم تلخه و یک به هر حال یک فرایندی هست که بر مبنای یک پیش زمینه‌های بسیار زیادی یه انفجار هست که صورت میگیره بعد از یک روند ناسازگاری ها و یک اشتباهات زیادی که بیشترشون سببش هر یک از طرفین هست. یعنی اینی که مثلا فلانی بیاد بگه که من خیلی بهش به اصطلاح خوبی کردم و خوبی های من رو جواب بد داد، این حرف کاملا بی ربط و بی منطقی هست که هرگز به اصطلاح خداوند خوبی رو به اصطلاح جواب بد براش نمیسازه. همیشه اون چیزی که هست به هر حال شما حتی اگر احساس کنی که به اصطلاح ابراز محبت کردید، یک چیزی به اصطلاح ریگی تو کفشت بوده و الا همچنین موردی به وجود نمی اومد. این خیلی وقتاست که ما به خودمون دروغ میگیم، خودمون رو گول میزنیم، فکر میکنیم که طرف مقابل چرا واکنش نشون نمیده، ما که ابراز محبت کردیم. محبت تا در واقع در اندرون انسان نباشه، داخل انسان نباشه، نطق به اون، حرف زدن به اون، دوست دارم، عزیزمی، فلان، اینا هیچ مثل اینه که من به شما بگم که من به شما یه پرتقال میدم. یه پرتقال آقا سلیمانی به شما یه پرتقال میدم، پرتقالی تو دستم نباشه، خب شما اصلا هیچ با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. دقیقاً همین موردی که ما روش به اصطلاح زیاد بحثش دادیم قضیه خیانت بود در مسائل بین همسر. خب این خیانت هم اینی که من جلوی خیانت رو چطور بگیرم، این اصلا این رو تو از قاموس هم باید بذارم کنار. من باید اینی که چطور منعش کنم خیانت نکنه، این امکان پذیر نیست. اما بیام راهکاری پیدا کنم که چه چیزایی باعث شده که به این مرحله برسه یا به این سو برسه. یک کمبودی رو من ساختم، این کمبود رو بیام به اصطلاح جبرانش کنم و طرف رو اگر شما تونستید از همه موارد سیر کردین، دیگه دنبال به اصطلاح مورد خالی نیست که بره دنبالش بگرده، کمبود معینی نیست که بره دنبالش به اصطلاح دست به خیانت بزنه. مسائلی به اصطلاح عدم شناخت هم دیگه خیلی مهم است که ما روش به اصطلاح حرف زدیم و بحثش دادیم و جا داره که هنوز هم موارد رو بیان کنیم. دقیقاً آقای سلیمانی، مثلا من یه خرگوش دارم، حالا این خرگوشم رو براش پیتزا میارم، براش همبرگر میارم، براش نمیدونم آیس کریم میارم، بس ساندویچ براش میخرم فلان. این خرگوشه خوشحال خواهد شد؟ هیچ، اصلا اعتراض داره، خیلی هم که اصلا به من نمیرسه، اصلا توجهی به من نداره. همین خرگوشه رو اگر رفتم براش یه مقداری به اصطلاح یونجه آوردم، یه 2 تا هویج آوردم، چه کیفی میکنه و چقدر سپاسگزار میشه و چقدر به اصطلاح احساس میکنه که من بهش ابراز ارادت دارم. دقیقاً همین موارد هست. اون چیزی که من حالا نه اینکه پیتزا چیز بدی هست، اما برای به اصطلاح خرگوش من سازگار نبود. خب نه اینکه مثلا یونجه چیز بدی هست، نه، برای اون خیلی چیز خوبی بود. اینه که من طرف مقابل رو شناختم، این شناخت باعث میشه که بدونم چطور باش تعامل کنم، برخوردم چطور باشه. زاویه دید یک مرد غیر از زاویه دید زن هست، نحوه به اصطلاح اندیشیدن یک مرد غیر از نحوه اندیشیدن یک زن هست. ببینید ما در خونمون یه چیز خراب باشه، چیکار میکنیم؟ تلویزیون خراب بود، میریم یه نمیدونم فردی که بسیار تو این باب مهارت داشته باشه رو میاریم درستش کنه. لوله های آشپزخونه به هم ریخته، میریم یک لوله کش بسیار
خوبی رو میاریم. دندون بچه‌مون درد میکنه میریم دنبال چی؟ یک دندون پزشک متخصص میریم. خب در مسائل این چنینی که بسیار مهم هم نیست، آقا 32 تا دندون داره، یکی افتاد خلاص، چیزی زمین به زمین نرفت و آسمون هم جای خودش باقی. خب نمیدونم یک کسی دیگه رو آوردیم زد، نمیدونم تلویزیون رو نفله کرد، چیز مهمی نیست، فدای سر همونی که خرابش کردن. خب برامون زیاد اهمیت نداره. اما وقتی میخوایم که زن بگیریم یا بچه‌هامون رو زن یا شوهر بدیم، اینجا دیگه این یادمون میره که باید در پی شخصی باشیم که این مسائل شناخت طرف دیگر، مسائلی که بسیار حاد هست برای بنا و ساختن یک خانواده و یک به اصطلاح فضایی که اون فضا همش عشق و محبت و دوستی و الفت و صمیمیت هست، این یادمون میره. میاییم مثلا وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مثلا من جاءکم ترضون دینه و خلقه، کسی اومد دینش رو شما حرف ندارید روش، اخلاقش 20، خب اینو فزوجوه، بعدش نکنید. این یه فرصته. این همون متخصصیه که شما دنبالش هستید. این کسیه که میدونه چطور زندگی کنه، یک چارچوبای معینی اون رو به اصطلاح کنترل میکنه. این مسائل رو ما در مد نظر نمیگیریم، بعدا میاییم توی درگیری میافتیم. خب مسائل این که شناخت اگر البته جا داشته باشه که روی مسئله شناخت هم دیگه بیشتر هم من اتفاقا می‌خواستم همین از شما بپرسم جناب دکتر. اما ما در موضوع شناخت وقتی که ما شناخت از صحبت از شناخت هست، خب ما تا حدودی یک مرد مثلا در تعامل با خانم‌هایی که دور برش بوده، مثل مادر، مثل خواهر، مثلا در فضای خانواده، خاله و عمه و اون دور بریایی که داشته، یک چیزایی پیدا کرده، یک چیزهایی رو برای خودش به هر حال شناخت پیدا کرده. و همینطور یک خواهری که مثلا در یک فضای زندگی میکنه، حالا از پدرش، از برادراش و بقیه محارمی که با اونها در ارتباط است، ولی باز هم ما میبینیم که در محیط زندگی ما دچار مشکل هستیم. پس دایره این شناخت خیلی وسیع‌تر از اون چیزی هست که ما داریم فکرشو میکنیم. چه مواردی منظور از شناخت است؟ وقتی شما از شناخت صحبت میکنید، آیا این شناخت فقط بس اینه که خب من الان میشناسم خانواده‌اش کی است، من میشناسم که طرز تفکرش چی هست، من میشناسم که یارو مثلا حالا یارو تعبیر مناسب نیست، همسر من از کجا هست و چه کاره هست و تحصیلاتش چطور است و درآمدش چطور است؟ آیا شناخت به همین محدود میشه؟ ببینید این مسائلی هست که برای من چندان حائز اهمیت نیست که برای خانواده من حائز اهمیت است. در قضای ازدواج ما قبلا هم روی این تاکید داشتیم که آقا به اصطلاح دو تا به اصطلاح شخص با هم ازدواج نمی‌کنند، یه فامیل بزرگ با هم ازدواج می‌کنن، دو تا فامیل بزرگ با هم ازدواج می‌کنن. این مسائل بیشتر برای من به اصطلاح که آقا پدرش از چه وضعیت اجتماعی برخوردار هست، خانواده‌اش چند نفرند، نمیدونم چه وضعیتی دارند، برادراش چیکارند، خواهرش چیکارند، مادرش چیکاره است، چه اخلاقی داره، چه برخوردی داره، چه شکل و قیافه‌ای داره، اینا برای خانواده‌ها مهم است. برای من نوعی خود شخص بیشتر مهم است. خب این خود شخص رو من چطور به اصطلاح شناخت داشته باشم؟ درسته من در فضای خانواده یه شناختی از مادر دارم و در طول زندگی، در مسیر زندگی من نیاز به مادرم دارم. خب نیاز به لحظه هایی دارم که زنم نقش مادر رو ایفا برای بالا مادر در فضای زندگی ما بود یا نبود، ما در جای دیگه بودیم، اما هر مردی نیاز به مادر داره. و اگر مثلا در خانواده دختر بود، دختر خداوند متعال دختر رو طوری خلق کرده، طبیعت دختر، که برای پدرش نقش مادری رو ایفا میکنه. چرا؟ چون این شخص پدر نیاز به یک به اصطلاح دختر داره که همین فضای کمبود مادر رو براش پر کنه، چون همیشه مادر نیست. برای شما همه اینو احساس میکنید، مثلا آقایی که به اصطلاح چند تا پسر داره چقدر عشق می‌ورزه، آرزو داره که خداوند بهش دختر بده. همینطور به اصطلاح پسر برای مادر خب یه لطف و یک علاقه و اینکه به اصطلاح رابطه خاصی به اصطلاح بین پسر و مادر برقرار میشه تا این نیاز مادر به اصطلاح به نیاز به یک پدر، نیاز به یک به اصطلاح کسی که ازش حمایت بکنه، این رو حتی اگر پسر این نقش رو ایفا نکنه، مادر در اون همین امید به اون به اصطلاح
این آرامش رو میده. در فضای مثلا شناخت همدیگر نه، قضیه فراتر از این هاست. شناخت اینی که مثلا ما یک اشتباهی که زیاد صورت میگیره و باعث میشه که مثلا روابط زناشویی تیره بشه، اینه که خاصتا در این وضعی که ما داریم بیشتر مثلا دخترها پسرها از محیط خانه دور میشن، تو مدارس و نمیدونم دانشگاه ها و تو این فضاها بیشتر انسی که میگیرن با جنس خودشون هست. طبیعی است. خب دخترها بیشتر به اصطلاح با دخترها هستند و وقتی هم ازدواج میکنه فکر میکنه که به اصطلاح شوهرش باید نقشش مثل نقش به اصطلاح اون دختر خانومی که هم کلاسیش بود یا هم دوره ایش بود، همسایه‌اش بود، دوستش بود، مثل اینکه اون نقش رو میخواد ازش داشته باشه. یعنی هر کسی فکر میکنه که طرف مقابل فتوکپی خودش هست. یعنی میفهمید که چون یک سری دوستهایی داشته و با اونها محبت داشته و از تعامل با اونها راضی بوده و احساس میکنه که موفقم بوده، الان همسرش رو میگه خب وقتی میتونم دوست باشم که انگار که یکی از همجنس خودش باشه. یعنی ما خواهری که با دخترها ارتباط داشته یا مثلا مردی که با پسرها ارتباط داشته، همون انتظار و توقعات و رفتار رو با همسرش داره، با این امید که به اون دوستی پیدا بکنه. طبیعی است، چون که به اصطلاح این شیوه زندگی رو تجربه کرده، باش به اصطلاح انس گرفته، الان میاد توی فضای دیگه. یادش میره که این طرف مقابل از جنس من نیست، از جنس اون فضا هم نیست اصلا. این یک کسی هست که به اصطلاح این مرد هست. مرد ویژگی‌های خاص خودش رو داره، زن ویژگی‌های خاص خودش رو داره. وقتی میخواد که با ویژگی‌های خودش اون رو به اصطلاح معیار برخورد کنه، باش به اصطلاح بسنجه، اینجاست که دیگه یه نوع تضادی به وجود میاد. مثلا قبلا هم ما مثالی زدیم که مثلا زن دوست داره که به اصطلاح وقتی که مشکلی براش پیش اومد هی حرف بزنه، خب و میخواد درد دل بکنه. میبینید شما میبینید که به اصطلاح وقتی که دو تا زن در یک جایی به هم میرسن، دو تا زن بیگانه، فوراً سلام خواهر چرا اینجا اومدید؟ اومدید دندان پزشکی؟ بچه‌ها چیشه؟ من میگه ماشاءالله هیچ اصلا. و اون شما چرا اومدید؟ تو دندان پزشکی به هم رسیدن، میشن دوست، انگار که به اصطلاح سالهاست همینجور. میبینی شما فقط از دور تماشا کن، میبینی که یک بعد به هم قهقه میخندن، بعدش به هر دوتاشون دارن گریه میکنن. چرا این قضیه مادرش رو چیز کردین، دعوایی با پسرش داشته، همه این مسائلی که اصلا به هم دیگه ربط نداره، اصلا اینا هم دیگه رو نمیشناختن. خب چطور زود به هم اونس میگیرن؟ چرا؟ چون زن این قدرت رو داره، این توان رو داره که زود به اصطلاح کانکشن برقرار کنه، رابطه برقرار کنه و راه بیفته. سرعت ارتباطش با دیگران قویه خیلی، در حالی که به اصطلاح وای فایش خیلی قوی است و به اصطلاح چند نفر زنی که اینجا باشه همه رو جذب میکنه و راه میفته. در مقابل مثلا شما مثلا خیلی وقتا شده که رفتید به اصطلاح سفری میرید، خب یه سفر طولانی از همین بلوچستان میخواید برید تهران، راه زمینی، خب اومدید نگاه میکنید آقا اتوبوس شماره صندلیتون چنده، میشینید، خب کسی دیگه میاد میگه که سلام یا هم نمیگه سلام، این شماره 17 است، خب بفرمایید نشست. 20 ساعت 30 ساعت شما سفری، شاید اصلا به هم دیگه باور بکنید. من یاد خاطره انداخته، یک دفعه من داشتم از تهران میرفتم سمت زایدانی و زایدان برمیگشتم، دقیقاً یادم نیست ولی همین مسیر رو سوار بودیم. اون طرف بنده خدا بغل دست ما نشسته بود. این 20 ساعت حدوداً 20 ساعت خورده تو راه بودیم، حتی میوه میخورد و غذا میخورد. این بی‌انصاف یک تعارف خشک خالی به ما نمیکرد. آقا بفرما، انگار نه انگار که یک انسانی نشسته پیشش. این طبیعت مثلا مرداست. حالا استثنا تو هر موردی هست. خب یه آدمایی هست که به اصطلاح یه نوع روابط اجتماعیشون خوبه یا فرهنگ روابط اجتماعی توشون بارور شده، اینا مسائلی هست. اما الان نباید اصلا از این طرف ایراد گرفت، نباید گفت که مثلا این طرف آدم بخیلی هست یا آدم نمیدونم بی‌مروتی هست یا آدم فلان. طبیعتش هست، مردا اصولا اینجوری هستن. اما این موارد اگر مثلا دو تا خانم با هم نشستن در یه جایی ناآشنا، بعد از 2 دقیقه به اصطلاح حتی اگر زبان هم دیگه را ندونن، با اشاره صحبت میکنن، درد دل میکنن و خیلی 4 تا وعده خواستگاری هم میذارن. دقیقاً این موارد به اصطلاح خیلی عادی هست. حالا اگر ما زن بیاد به شوهرش بگه
تو سنگی صخره ای رفتیم خونه فلانی، نمیدونم با شوهرش اصلا حرف نزدی، یا با نمیدونم داشتم اومد خونه مثلا 2 ساعت شما با هم بودید اصلا حرف نزدید، نمیدونم وقتی که نمیدونم پسر خاله یا عمه دایی میاد اینجا اصلا شما بهش تحویلش نمیگیری فلان نمیگیری. این ایرادها از کجا میاد؟ از اینی که من که رفتم با شما خونه به اصطلاح پسر عموی خاله داییت، با زنای خانواده من با همشون دوست شدم، اونس گرفتم. وقتی خویشای من میان تو اصلا بهشون مجال نمیدی، باشون به اصطلاح اونس نمیگیری فلان. این برخورد از کجا میاد؟ از اینی که هر یکی به دید خودش نگاه میکنه. مردم بگه که تو چقدر آدم وراجی هستی، تا نشستی با این زنی اینو که اصلا نمیشناختیش، چی شد قرقر حرف میزنی، سرمو بردی فلان. مرد الان با آینه با به اصطلاح عینک خودش نگاه میکنه، زن به عینک خودش نگاه. هر کی تو شخصیت خودش مقایسه میکنه طرف. این اشتباهه. اما اگر مثلا مرد میدونست که این طبیعت زنه، خب زن به اصطلاح زود اونس میگیره، با افراد رابطه برقرار میکنه و فلان، یک فضای اجتماعی هست، اجتماعی طبع هست. خب تو به اصطلاح دیگه ایراد نمیگیره که چرا با همسایه به اصطلاح براش غذایی فرستادی، چرا باش رابطه برقرار کردی، چرا سلام علیک داری، از کجا شناختیش. این مسائل براش حل شده است. همینطور زن هم وقتی میفهمه که این طبیعت زن مرداست، دیگه هیچ به اصطلاح جای ایرادی نمیمونه، هیچ به اصطلاح دعوا مرافعی نمیمونه. همینطور مثلا از طبیعت‌های زن چی هست؟ زن به اصطلاح هارد دیسک یا به اصطلاح دیرش به اصطلاح خیلی فراگیر هست، وسیع، خیلی وسیع هست، در حالی که مرد نه. مرد همچنین نشانه میره و یه چیزو میبینه، یه زاویه خاص. الان مثلا به اصطلاح رئیس اتاق کنترل یکی از افراد رو بفرسته ببین که ببین به اصطلاح تلویزیونی که پشت سر هست روشنه یا نه. میاد از اونجا داخل میشه، داخل چی تلویزیون رو نگاه میکنه، برمیگرده میپرسه که خب چطور بود اون پرده‌ای که پشت آقای سلیمانی بود، اون چی؟ میگه پرده هم بود پشت سلیمانی. بابا لامپایی که بالا بود روشن بود. میگه که من متوجه نشدم. آقا این چی آب گذاشته بودن براشون؟ میگه که مثلا میز ندیدم. خب چرا؟ چون که فرستاده بودن اینو ببینه، دید، برگشت گزارش داد. همون چیزی که رفته. شما خیلی وقتا با خانومتون میرید مهمونی، خب برمیگردید ازتون میپرسه که خب رو سفرهشون چند نوع غذا بود. تنها چون که شما مثلا چلو مرغ خورده بودید، کباب خورده بودید، ماست هم کنارت بود، سالاد هم بود، اینا رو دیده بودید. 20 نوع دیگه غذا روی سفره هست، اونا اصلا ذهنت نیست، برات مهم نبود آقا چی آورده بودن چی نآورده بودن. اما ببین خانمت یک گزارش تفصیلی میده از فرشی که گذاشته بودن، از رنگ سفره، از نمیدونم کولرهایی که زده بودن، از پرده های خونه، از نمیدونم فلان مدل‌های قاشق و چنگال. دقیقاً یعنی یک دید میزنه، همه چیز رو کپیشو میگیره، این حافظه تصویری خیلی قوی دارن، خیلی دیدش همینطور فراگیر هست. این یه ویژگی است که در خانم هاست. حالا شما بیاید بگید که شما چقدر فضولی، شما رو گفتیم که بابا برو نگاه کن تو استودیو که چیزی به اصطلاح تلویزیون روشنه یا نه. گفت بله روشنه. علاوه ازش بپرس از کولرها، گفت که میگه که به اصطلاح هر 6 تا کولر، البته فکر کنم 5 تاش روشن بود، یکیش خاموش بود، هیچ صدایی ازش نمی اومد. اسکن کردم. همه اینا رو در یه دید میگیره، براش مهمه فلان. خب این مسائل دیگه حالا زن بیاد مردش رو به اصطلاح ازش خورده بگیره که شما چقدر بی اهتمام هستی، نمیدونم مثلا فقط یه چیزو میبینی. خب این نادرسته، بی توجه هستی، باید مهم نیست، اهمیت نمیدی این مسائل رو. قبلا هم گفتیم مثلا اصلا مرد نیاز به یک وقت داره به صورت راه بیفته. از انتقال از یک محیط به محیط دیگر برای مرد یه وقتی میخواد، با صورت کمتری انجام میشه. دقیقاً یعنی وقتی مثلا از بیرون میاد، خب با همون هوای بیرون هست، کار هست، یا تو راه اومده بود، ترافیک بود، دم در اومده بود، برای تو این فضا هست.
الان خانومش اومده خودش رو آرایش کرده، نمیدونم همه این قصه ها از این ور اومده انتظار داره که شوهرش بگه بای فرشته من چقدر خوشگل شدی. اصلا طرف میاد اصلا خانومش رو نمیبینه جلو روش، نمیبینه اصلا. اگر گفت سلام شاید اصلا نشنه، اصلا نشنید، رفت. بعد دیگه خانومش بیاد دنیا رو زیر رو کنه که چی سلام جواب نمیدی، فلان است و علان است و من رفتم 2 ساعت خودم رو به اصطلاح آرایش کردم برای کی و فلان، از این حرفا. تو نوکر میخوای، کلفت میخوای، چهار گفتگر میخوای، دنیا به هم میریزه و فلان. اما اگر همین زن این رو میدونست که آقا این آقایون این طبیعتشون هست، ذاتشون هم چه مشکلی داره، خب صبر میکرد که این بیاد استراحتشو بکنه، تازه در فضا باشه، ببینه که من کجا رسیدم، من کجام. خب و کم کم به اصطلاح موتورش راه میفته، مثل بیماری که تازه بعد بهوش اومده. دقیقاً چه حالتی هست، این طبیعت مرداست. خب حالا یه مردی مثلا این مقداری این مسائل رو اصلاح کرده یا یه جوری به اصطلاح خودش رو حل کرده، این ژنش اون طرف تمایل داشته، یا مثلا زنی به اصطلاح از حالت خودش اومده بیرون، در حالی که این مثلا مورد برای زنا نیست. زنا فوراً از یک حالت به حالت دیگه زود راه میافتند و همه چیز براشون حل شده است، از یک فضا به فضای دیگه کلاً به اصطلاح این مسائل براشون خیلی خیلی عادی هست. این مسائل رو مثلا اگر از همدیگه بشناسن، شناخت طرف مقابل، شناخت جنس مخالف، این مسائل براشون حل میشه. در خیلی از اون بهانه‌گیری‌هایی که قبلا بود شاید این مسئله به راحتی اون رو حل بکنه که این نه عدم اهتمام هست، نه بی‌توجهی هست، نه اهانت و تحقیر هست، نه دوست نداشتن هست. این فقط یک واقعیت موجود هست که باید باش همون گونه‌ای که هست برخورد بشه. این اگر حل شد دونستیم که طرف مقابل چی میخواد، طبیعتش چی هست، خب کاملا این مسائل حل میشه. انتظارات و توقعاتمون بر اساس این شناخت تغییر میکنه. دقیقاً وقتی که این انتظارات تغییر کردیم، دید تغییر کرد، خب خیلی از مشکلاتی که در خانه است به وجود نمیاد. خیلی از این استکاکا کم میشه. ما مثلا کیه که تو زندگی مثلا براش مشکلی به وجود نیاد؟ حالا مشکل به وجود اومد، یک ناراحتی هست، یک غمی هست، یک اندوهی هست. حالا زن چیکار میکنه؟ زن طبیعتش این هست که با صدای بلند فکر میکنه. اگر میخواد یک مشکلی داره، این مشکلش رو میخواد با صدای بلند بیان کنه. در حالی که مرد طبیعتش این هست که در یک مشکلی که داره دوست داره تنها باشه، میخواد تنها باشه، خاموش باشه، خودش باشه. اونو اگر زن بیاد الان مو دماغ این مرد باشه که چی خاموشی، چی کشتید غرق شده فلان الان، این باز مسائل رو یک مقدار حاد میکنه، مشکل بیشتر میکنه، مرده از کوره در میره، زخم پاشیدنه دیگه. در مقابل زن اومده به اصطلاح مرد از بیرون میاد، زن الان دنبال 2 تا گوش خالی است. خب الان وظیفه مرد این گوشو بهش بده، گوش ملی میخواد زن، باید بشینه و گوش کنه، خوب هم گوش کنه، چون که زن امتحانش میکنه. زن خیلی زرنگتر از اون چیزی که مردا فکر میکنن. قدرت حدس و گمان زنی زن خیلی بالاست. این مثلا در مردا نیست. احتمال داره که مثلا شما تلفن کنید به اصطلاح خونتون، خانمتون از وقت تلفن یک هو به اصطلاح این حدس و گمان زنیش تشخیص میده که این آقای سلیمانی است که داره زنگ میزنه. مادر تشخیص میده که این سلیمانیه که زنگ میزنه. خواهر تشخیص میده. برادر الو شما حرف میزنید؟ خب بله نشناختم، به جا نآوردم. شما ای بابا شمایی که با هم دو قلو هستید، برادر تشخیص نمیده، زود دیر دوزاریش جا میفته. در حالی که زن حتی از صدای چی میفهمه، صدای پا رو میفهمه، حدس و گمان زنیش خیلی باشه. حالا شما بخواید به اصطلاح بهش دروغ بگید که به اصطلاح فکرت جای دیگه است، نه، در اثنای چی حرف میفهمه که اصلا از چشات میخونه که باش هست یا و این از ذکاوت من هست. عکسی رو من جای دیدم در تایید صحبت‌های شما جناب دکتر که چند تا رنگ مختلف از یک آرایش رو کنار هم با تیک رو کنار هم گذاشته بودن که برای آرایش لب خانم‌ها استفاده میکنن. رنگ‌های فوق‌العاده نزدیک به هم، یعنی هم از یک خانواده یک رنگی، رنگ‌هایی که شاید من اگر فکر می‌کردم همه یک رنگ می‌دیدم
بعد زیرش نوشته بود که حالا اون خانومی که اینها رو رنگ اینها رو از هم تشخیص میده، فکر میکنید شما وقتی وارد خونه بشید رنگ چهره و صورت شما رو تشخیص نمیده که این فرق کرده؟ گفتم والا جل الخالق راست گفتین، یکی رو دیگه یکی رو راست گفت. این یه واقعیت هست. خب واسه همینه که شما باید با دقت گوش کنید. خب اگر وقت نداری دروغ نگو. مشغول هستی میگی خانم الان ذهنم مشغوله، میدونم که این موضوعی که شما به مطرح میکنی خیلی های اهمیت است، حالا میدونی که موضوع هم پوچ است، بیهوده است، دعوایی شده بود نمیدونم چی، اما گوش خالی میخواد. اگه این گوش خالی رو ندادی این نیازش هست، میره دنبال گوش خالی میگرده، میره تلفن میکنه به مادرش، به مثلا خواهرش، به کسی دیگه به اصطلاح حرفاشو میزنه. حالا شما ببینید تو هر کشوری 10 تا شرکت تلفن ها هست و همراه هست و فلان هست، ببین وضع حالشون توپه. این هم به برکت همین خانم ها که به اصطلاح درد دل میکنن. باید به در مقابل به کوتاهی که آقایون میکنن که گوش خالی به همسراشون نمیدن، چرا که این نقطه خیلی مهم است که احتمال داره اگر فضای لغزش باشه، زنی که دنبال گوش خالی است اگر گوش خالی حلال پیدا نکرد دنبال گوش خالی حرام میره. این احتمالش هست در فضایی که به اصطلاح روابط خیلی گرم نیست، روابط خیلی با جنس با به اصطلاح بیگانگان گرم هست. رابطه داخل خانه اونقدر گرم نیست، اما همین رابطه در فضای کار، در محیط بیرون، در بین خود به اصطلاح خانه، به اصطلاح رفت و آمدهایی که هست، به اصطلاح با خیشان، با فلان، نمیدونم پسر عمو زنگ میزنه که آقای فلانی هست، نیست، اما میدونی چی شد دیگه، شروع میشه به اصطلاح همون درد دلی که میخواست بکنه، همون مسائلی که میخواست با شوهرش مطرح کنه، شوهرش بهش فضا نداد، الان به یک نامحرم میگه و کم کم حالا خیلی مسائل به اصطلاح پوچی هم باشه، اون که خیلی چیز ساده ای باشه. امروز سمیرا خانم تلفن کرده بود، نمیدونم چای ریخته بود رو دست بچه‌اش دستش سوخته، من بهش گفتم خمیر دندان بزن، خمیر همچین به اصطلاح حرف. خب اینجا وقت نداری، مشغولی، ذهنت مشغوله، خانم من خستم، ذهنم مشغوله، یه موردی هست که باید اینو بنویسم، بعد از اون در خدمتم، بعد هم که در خدمتی واقعا در خدمت باش، گوشاتو بده و شیش دنگ حواست باشه. حتی در اثنایی که حرف میزنه میگه همون سمیرا پسر دایی رو دختر دایی رو میگه، یعنی مطمئن بشه که من هستم باهاش، بشه همون حرفایی که زده یه مقداری تکرار میکنی که احساس میکنی دیگه چوری که اون که بفهمه که شما باش هست. اگر این احساس رو بهش دادی دیگه این عاشقت میشه، میمیره برات. خب در مقابل مرد، این مردی که بذار خاموش بود اینو بذار که خاموشه، رابطهش بذار بهش فضا بده تا به اصطلاح خودش بیا تو میدان فکرش بکنه، فلان بکنه، خودش وقتی به حل رسید، مشکلش حل شد، میاد که دیگه حالا برمیگرده تو فضای خانه شاید خودش مثلا مطرح بکنه، موضوع مطرح میکنه، یا میاد که به اصطلاح خانم امروز نهار چه داریم؟ خب در قبل از این اصلا نه سلام جواب داد نه هیچی. این دلیل این نیست که مثلا تو این خانه محبت نیست، دلیل این نیست که نمیدونم این دوستت نداره، نمیدونم بهت بی اهتمام هست، نه، طبیعتشه، ذاتش اینجوریه. خب یا مثلا باورها، ذات همه مردها اینطوری، نه که فقط شوهرشون. اگر من خواهم به اصطلاح شوهر فلانی اینطوری نیست، من میگم شوهر فلانی من اینطوریه. استثناءات خیلی کمه. خب اما چی؟ همیشه صدای دهل از دیر خوش هست. بله. خب چون که شما از شوهر فلانی خبر نداری تو خونش چی میگذره، تصویری که خانم از شوهر بیرون ارائه داده احساس میکنید که اون تصویر این گونه است، یا یه موردی رو شما دیدی، اون یه مورد است، اما داخل برید زیر پوست به اصطلاح زمخت خانه ها داخل بشید، یه چیزایی هست که شما باز سجده شکر به جا میاری که الحمدلله تو خونه ما از این موارد نیست. یا شیوه به اصطلاح باوری که هست برای مرد، یعنی اینی که مثلا زنش بگه که شوهر من خیلی بخیله. خب میگه که چطور بخیله؟ میگه که من چیزی فلانی رو میخواستم، طلا میخوام برام طلا نمیخره، فلان نمیخره. این هیچ ربطی به بخل نداره. بخیل کیه؟ بخیل اونی که به اصطلاح پول داره، پولو گذاشته تو جیبش، تو صندوقش، تو حساب بانکیش و بسیار فقیرانه زندگی میکنه.
نه به خودش میرسه، نه به بچه‌هاش میرسه، نمیدونم فلان. به هیچ زخمی از زندگیش نمیزنیم. اما مثلا طرف به مدرسه بچه‌هاش میرسه، نمیدونم مخارج خونه رو تامین میکنه، به این اون میرسه، اما طلا نمیخره. خب طلا نمیخره اصلا. برای این میرو وقتی نگاه میکنی تو باورش، مخش رو باز میکنی، اون اصلا مخش بین آهن پاره و طلا هیچ فرقی نیست. این آهن یه زنگ زده سیاه شده، اون آهن یه زنگ زده زرد نزده. بی ارزشه. فکر میکنه که اصلا پول دادن برای این چیز حرامی هست. خب این باور رو وقتی که میفهمیم که این باورش اینه، دیدش اینجوریه، خب زن دیگه این رو مثلا وقتی که میفهمه، خب مسئله حله. در مقابل برای زن بعضی مسائل خیلی پوچ هست، باوری که توش اومده اینطوری به اصطلاح این چیز مهمی نیست. مرد بیاد باز این رو خورده بگیره. خب اینا در شناختی که به اصطلاح شناختی که در خانه به وجود میاد، با نمیدونم رفت و آمدها و گفت و شنودها و نمیدونم خواسته هایی که همسر داره و طلبا و اینو بخر اونو بخر، اینا حل میشه. یا همین نیاز به زمان داره. نیاز به زمان داره. الان در خود هر خانه ای اگر ما نگاه کنیم، مثلا آقای سلیمانی شما کیف دستی داری؟ کیف پول مثلا داری؟ یه کوچولویی دارم. در بیارید ببینید چیه. آره. ببینید این لحظه نمیدازه. بخش. الان این کیف پول شماست. بازش کنیم توش چی هست؟ یه دو تا کاغذ و نمیدونم یه مبلغی پول. چقدر پول داری؟ و یه مقداری هم به اصطلاح کارت و نمیدونم کارت شناسایی و نمیدونم فلان اینا. یه چیزای لازمیه حیاتی. الان تو جیب خانمتون، اصلا تو کیفای خانمتون کیف بی این کوچیکی هست؟ امکان نداره. کس شأن اصلا. امکان نداره. اصلا این لای دندونش نمیاد. خب کیف خانم ها رو نگاه میکنی، همون کوچیکترینش این قدری است. بازش کنی، نمیدونم از موبایل گرفته و از نمیدونم قرص سردرد گرفته و از پوشک بچه گرفته و از نمیدونم یه سوپرمارکت کوچیک توی به اصطلاح کیفش هست. حالا شما تازه یکی از کیفاست. یکی از کیفاست، همون کمترین کوچکترین کیفی که مثلا بخواد برای یه مهمونی. آره این باز در کنار اون با یه کیف دیگه هم دارن که باز بعضی وقتا پول توش میذارن، نمیدونم کارت دعوت توش میذارن، کارت تبریک. شاید باورتون نشه، حالا خانم‌ها ناراحت نشن، مثلا در بعضی از مناطق ما مثلا بلوچستان جیب آقایون اینه، جیب روی سینه. روی سینه. خانم‌ها جیبی دارن که حداقلش 20 کیلو میشه توش جا داد. بچه میشه گذاشت توش. جیب خانم‌ها از به اصطلاح اینجا شروع میشه تا زمین. لباسشون اینجا. یعنی چی؟ این بیانگر شیوه به اصطلاح تفکر، یه شیوه به اصطلاح زندگی زن هست. نشون از چی داره این اختلاف؟ مثلا این اختلاف برمیگرده به خود ذات زن. ذات زن ذاتی اینه که به اصطلاح فکر همه چیزو میکنه. خب من رفتم بیرون، خب شاید بچه گرسنش بشه، خب پس شیر بچه رو با خودم بردارم، خب شایدم کثیف کنه، پوشکش رو هم بردارم، شاید که رفتیم تو راه مقداری خودم یا همسرم سردرد بگیره، خب 4 تا آسپرین بردارم. یک بسیار همه یک بسیار سرچ اینا رو هم این نه که بسیار بشینه و حساب کنه که چی نیاز هست، همینطور به طور اتومات اینا رو جمع میکنه، نصف میزارایش هم میرزه توش. بعدم تو وسط راه فلان چیز یادم رفت، او سنجاق نگرفتم، او نمیدونم چه چیزی رو نآوردم، اگه فلان چیز بشه فلان چیز رو به خودم نآوردم. خب نصف خونه رو برداشته، نصف دیگه جا مونده. الان به اصطلاح فکرش هم مهمونی شامم نمیخوره چون که فلان رنگ ماتیکو نیاوردم خراب میشه آرش. میرید بازار مردا چطور میرن خرید؟ خب یک خانم چی میخواین؟ یه لیستی اگر خانمش داد فکر میکنه که به اصطلاح کدوم مغازه برم که همه این چیزها رو داشته باشه، یه دفعه با هم جمعش کنم دیگه. یک خب میگه نه این مغازه‌ای که سر کوچه هست شاید شونه نداشته باشه. خب برنج و عدس و نمیدونم فلان و فلان همه اینا رو داره اما شاید شونه نداشته باشه. پس برم ته کوچه، مستقیم میره ته کوچه، میذاره جلوش
دقیق میره به اصطلاح جایی که به اصطلاح برنج هست، که گونه برنج برمیداره، میره جایی که فلان چیز از یکی برمیداره. یکی الان اگر ازش هم بپرسی چی بود تو، غیر از اون چیزایی که میخواست خرید کنه هیچ چیز دیگه رو هم بهش توجه نکرد. خانمش برمیگرده اینجا میگه که راستی اون فروشگاه که رفتی رنگ مو بود که فلان من ندیدم. میگه آبا جایی که بس شونه ها رو میذارن اونجا رنگ موها آویزون بود دیدی؟ در حالی که همین زن اگر میرفت حفظ میکرد یه شونه میخرید، بعد میگفت که البته 4 رنگ دیگه شبیه این بود، این از همش بهتر بود. خب صاحب خود مغازم بیشتر میدونه جای اجناسشو. و یه چیزی هم که هست، زنا وقتی میرن مثلا بازار، حالا شما بیا دعواش کن که چرا وقت ضایع میکنی و نمیدونم فلان از این حرفا، خدا خیر. طبیعتش هست. وقتی رفت بازار میخواد کفش بخره. خب اینجا چی هست؟ یه دکانی هست که قبلا کفش خریدن، برای به اصطلاح خواهرش کفش خریده، خوشش اومده، همین کفش رو میخواد بگیره. الان که بیاد نمیاد توی اینو میذاره شانس آخر. میره همه این کفش فروشی ها 100 تاست، تو هر 100 تا نگاه میکنه همون کفش هست یا نیست. کفش های دیگه رو هم به اصطلاح یه سرچی میزنه، خوش نمیومد، خب اومد اما نه من مثل اون میخواستم برای خواهر دیگه هم گفته بود همون رنگ همون چیزو میخواد. میره همه این بازار رو سرچ میکنه، بعد میاد همون به اصطلاح کفش فروشی اول و چونه میزنه. دیروز چونه زده بود، نصف قیمت خریده بود، الان میاد میگه که دیروز از شما به این قیمت خریدم اما امروز باید ارزونتر بدی. خب بعدش هم طرف میگه نه خانم اشتباه شد، ما همون به اصطلاح چی دیروز دادیم، قارم احتمال داره قهر کنه برگرده خونش بدون خرید. اگر همچین موردی پیش اومد، چون که آقا میدونه که این از ذات زن هست دیگه، الان نه ناراحتی نداره، ناراحت میشه، نه ازش خورده میگیره، نه هیچ. خب اگر به اصطلاح زن این رو احساس کرد که به اصطلاح طبیعت ذات مرد اینجوریه که این مسائل براش اصلا مهم نیست، میره یه جا خرید میکنه فلان، دیگه دلخور نمیشه که ما را برداشتی از خونه آوردی بازار که بیاری توی یه دکان همین چیزا رو بخریم برگردیم. نه ما بازاری دیدیم ندونستیم جای دیگه قیمتا چطوریه، خب شاید اونجا به اصطلاح برنج بابا خانم این برنج بسمتی تو کل بازار همینه. میگه نه خب اون طرف میرفتیم شاید بهتر بود، دونهاش درشتر باشه. بابا کارخانهش یکیه، این کفش رو همین که به اصطلاح همین کارخانه زده، تنها همین رنگو داره، اصلا خودت همین رنگو میخواستی فلان. نه اون طرف خیابون شاید بهترش باشه، خب شاید همین باشه اما پوستش مقدار نرمتر باشه. و نگاه میکردیم. نه وقتی که زن طبیعت مرد رو دونست، مرد طبیعت زن رو دونست، این مسائل حل میشه. اگر مثلا زن بدونه که مردا از اینی که زن بیاد ببین طبیعت مرد اینه، از ذات زن هاست، مگر حالات های استثنایی که زنها همیشه میخوان که با همه یکسان باشن. شما اگر در یک مؤسسه برید، در یک مدرسه ابتدایی برید که اونجا مدیر هست، خانم مدیر هست، خانم معلمه ها هستن، فراش ها هستن، ناظم هست، نمیدونم همه اینا میبینی همه دور هم نشستن چای میخورن. خب خانومی که براشون چای درست میکنه با خانم مدیر اصلا شما اگر بشینن شاید اصلا تشخیص ندید که کدومش مدیر است، کدومش به اصطلاح چایدار است، خانه‌دار هست، نمیدونم فلان هست. اصلا اون خانومی که چای میریزه اصلا احساس نمیکنه که مدیر از اون برتره. همه یک نوع حالت تساوی و مثلا مساوات رو این از ذات زن هاست که اینطور باشه. خب مواردی هست که یک مقداری زن مغرورتر میشه، خودنماتر میشه، فلان بشه. خب حتی همین زن، حتی اگر وقت خودنمایی باشه، زن فراشه نمیخواد که به اصطلاح از زن مدیره کمتر باشه و لباسش کمتر باشه و نمیدونم کفشش کمتر باشه. اینا طبیعت ذات زن هاست. در مقابل مردانه، مرد در یک مؤسسه که میری، حالا استثناء هست، مثلا بیایم پیش آقای سلیمانی 10 نفر زیر دستش کار میکنن، اصلا احساس نکنی که کدوم آقای سلیمانی مثلا مدیر هست. این حالتهای استثنایی هست، انسانهایی هست که به اصطلاح بر مبانی مهم اخلاقی دینی اینا
ساخته شدن، اما به طور عموم مردا نه. جز طبیعت مرد هست. طبیعت مرد هست که به اصطلاح خودی نشون بده من مدیرم، من رئیسم، باید حرف من، این طبیعت مرد هست. در خانه مرد میخواد رئیس باشه، خوشش نمیاد که بیاد یه زیردستی بهش بگه که فلان چیز خوبه یا بده. شما وقتی با خانومتون میرید مثلا میایید خونه ما، تلفن کردم، خانمم تلفن کرده به خانم شما گفته که پشت نمیدونم به اصطلاح شرکت تلفن مخابرات، پشت مخابرات کوچه دوم دست راست میپیچی، یه مسجدی هست، از مسجد به اصطلاح مسجد رو میذاری پشت سرت، مستقیم نگاه میکنه خونه ماست. الان گفته بود پشت مخابرات، حالا پشت مخابرات کدوم وره؟ شوهر میفهمه که اون وره، خانم میدونه که پشت مخابرات این. از اونجا رد شدیم، خب تا رد شدیم میگه پشت مخابرات اون ور بودا، آدرس رو که دیگه واضح داده بودن، چرا رد شدی؟ دیگه وار بیلا میشه، لج میکنه آقا لج میکنه. من که تو این شهر 20 سال تو این شهرم، بچه این شهرم، الان من اینقدر نفهم و نمیدونم کنزهن و نمیدونم فلان و فلان شدم که دیگه تو بیای به من راه رو نشون بدی. تو شدی واسه من GPS. خب دعوا را میفته و فلان میکنه فلان. خب نه، اگر زن بدونه که مرد اگه اون بگه مثلا ذاتاً برخورد نشون میده، باید بهش نشون میدی که آقا رئیس تویی، تو بهتر میفهمی. چه کار میکنه؟ تلفن میکنه. سمیرا جون ما رسیدیم به اصطلاح جای مخابرات. راستی وقتی میگی پشت مخابرات یعنی همون راهی که به اصطلاح قبل از مخابرات میپیچه، اون وقت میگی آها راستی سلیمان جان سمیرا میگه که خونهشون تو این. خلاص اگر خبر از اونجا اومد از خانم نیومد مسئله حله، برمیگرده پایین‌تر بود ما اشتباه کردیم، از اونجا چرخی میزنی برمیگرد. چون که زن شناختش این بود که بله مرد اینطوری فکر میکنه، ذات مرد اینطوری، الان میدونه که چطور باش برخورد کنه. مرد هم وقتی میدونه که به اصطلاح زن چطوریه میتونه چطور برخورد کنه. از مواردی که مثلا باعث میشه که مردا زود از کوره در برن، مرد این احساس رو داره که زنش مال اون هست، در نتیجه اگر خوبه یا بده، کار درست میکنه یا نمیکنه، زن باید براش کف بزنه، سوتی هم بزنه 20. آفرین. دقیقاً مثل وقتی که میبینی که به اصطلاح دو تا تیم فوتبال با هم بازی میکنن، اینا آقا طرفدار تیم نمیدونم فلان هستن، حالا طرف اشتباه زد پنالتی رو میزنه تو کورنر، براش دست میزنن دیگه، میدونست که خطره، آفرین فر پلی بازی کرد. خب الان میایم به اصطلاح در مسائل خانواده، طرف رفته سبزی بخره، از اینجا میگیره ور میداره سبزی فروشه، میگه آقا ببخشید همین رو درست بردار که بسا خراب میشه و فلان. زنه میبینه که این سبزی فروشه بنده خدا فقیری هست، حرفش هم راسته، شوهر از زیر میکشه، اون بالای خراب میشه فلان میشه. اگر گفت که نمیدونم مواظب باش، این بنده خدا راست میگه، دلسوزی نشون داد برای یه مرد دیگه، این در پیش شوهر خط قرمز هست، تحریک میکنن اگه غیرتش رو تحریم، اینو اصلا خیانت تلقی میکنن که یعنی چی؟ مثلا خیلی خوشت میاد این آقا چطور طلاقت بدم بره زن اون بشی، اینو میشنوی که مرد زود کوره در میره فلان میگه. نه خیر، دیدی که شوهرت مثلا تو رستورانی، تو نمیدونم جایی یک حرکتی کرد، اون طرف مقابل اصلا حق با اون بود، دفاع نکن، کلی که میخوای بگیریم دست شوهر نمیگیری، میگی از این خریدن از این دکان خوشم نمیومد، این طرف دنبال دردسره، بریم جای دیگه. این کارو کنی راست میگه، احساس میکنه که مثلا حق با اون بود و فلان از این حرفا. اینجا حرف اینی که ما بیایم بگیم که آقا این نوع منافقت هست، این یه نوع فلان هست، دنبال عدالت هستم و نمیدونم حقیقت رو میگم، جاش نیست. یه چیزی هست مساوات هست، یه چیزی هست عدالت هست. ما دنبال عدالت هستیم، دنبال مساوات نیست. همیشه مساوات چیز خوبی نیست. همین میگه آقا زن مساوی است با مرد و فلان، از این حرفا
وقتی میایم تو جای خودش این رو بحث میکنیم میبینیم که نه بابا، مساوات هر جا راه حل نیست. نیاز یه چیزی هست اینجا، عدالت مهم هست نه مساوات. به این معنا که حالا مثلا در محیط زندگی ما همیشه دم از مساوات میزنن، چون که درک از طبیعت بشر ندارن. اینی که ما از بیاییم زن رو با مرد مساوی کنیم، هم به مرد ظلم کردیم هم به زن. اینو کی میاد این حرفو میزنه؟ مرد مغرور که میخواد بار زندگی که رو سرش هست، چون که خیلی مغروره، اصلا باری که روی زنها هست به مراتب بیشتر است در مسیر زندگی. اما چون مرد خودخواست، طبیعتش اینه، ذاتش اینه، میخواد که همین بار کمی که روش هست اینو هم بندازه روی زن. زن بیاد نمیدونم در مسیر کار مثل ما کار بکنه، خودش حاضر نیست که بره تو خونه مثل زن کار بکنه. زن بیاد نمیدونم همون کاری که من میکنم تو مسائل زندگی همونطور مثل من جون بکنه، مثل من زمین بکنه، مثل من نمیدونم کارهای شاق و سنگین بکنه، اما من حاضر نیستم کارهایی که تو خونه است تو در اونجاست. دقیقاً همین مسائلی که ما در مثلا میگم آقا انتخابات کنیم، چرا؟ مساوات هست بین مردم. انتخابات یعنی چی؟ یعنی اینی که چوپونی که آخر دنیا زندگی میکنه هیچ نمیدونه که اصلا اسم کشور چیه. خب این برای انتخاب ریاست جمهوری یه رأی داره. این مساویه با کی؟ با نمیدونم استاد علوم سیاسی، استاد نمیدونم اقتصاددان بزرگ کشور که میفهمه که این رئیس جمهوری که میخواد انتخاب میشه این ارزش اینو نداره که اینو بفرستیم گاوچرانی، چه برسه بشه رئیس جمهور. این دیگه مساوات، این نهایت حماقت هست. اهانت مثلا به عقل بشر، اهانت به عقل است، اهانت به زیر پا نهادن همه به اصطلاح ارزش ها هست، زیر پا نهادن مسائلی هست که خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه همینه که ما میبینیم. تو نمیدونم مجلس میری به جای یه الاغ 50 تا الاغ جمع شدن. تو نمیدونم ریاست جمهوری، این حرف من نیست البته، ناراحت نشن دوستان، این حرف اقبال است. اقبال فیلسوف شرق میگه که آقا با این نظام ما بخوایم یه الاغ جمع کنیم تو پارلمان یا 200 الاغ، چیزی تغییر نکرد. خب در حالی که ما مثلا اینجا اگر عدالت می‌داشتیم می‌اومدیم به اصطلاح بر مبنای عدالت یک انتخابی رو می‌کردیم که اون انتخاب درست می‌شد، عادلانه می‌شد. اینه که ما بیایم در مسائل خانوادگی در مسیر زندگیمون این مسائل رو مراعات کنیم که زن شناخت درستی از مرد داشته باشه، مرد شناخت درستی از زن داشته باشه، از ذاتش، از نحوه فکر کردنش، از دیدش، از نیازهاش، که بر مبنای اون نیازها با اون برخورد کنه. همچنین مرد اگر این کار رو کردیم خب کشتی به سلامت به پیش میره، میشه از مشکلات حل میشه. اگر این کار رو نکردیم همینه که دیگه فکر میکنه، مرد فکر میکنه که به اصطلاح با یک طرفی که مثل خودش فکر میکنه، نیازهاش مثل خودش هست، نمیدونم شیوه تفکرش، غذای نفسانیش، همه اینا مثل خودش هست، با اون برخورد میکنه. وقتی میبینه که به اصطلاح جواب نمیده، ما به هم نمیخوریم، دردم نمیخوریم، ما با هم نداریم و به دردم. زن هم همینطور. زن چون که نیاز داره که به اصطلاح فکر میکنه که باید یه کسی باشه که مثل خودش گر حرف بزنه. ما میبینیم دو تا زن با هم حرف میزنن، هر دو تا حرف میزنن همزمان حرف میزنن. برای من مرد من موندم که این دو تا با هم حرف میزنن. خب همین که مثلا میگن حمام زنان راه افتاده، 10 نفر زن با هم نشستن، هر 10 نفرشون با هم دارن حرف میزنن. حالا ما موندیم کی که گوش میکنه؟ یه سوت بزن، ها بگو آقا بس. حالا از یکیشون بخواد که بگه که به اصطلاح فلانی چی گفت. میبینی هم در یک زمان هم حرف میزدن، هم میشنویدن، هم تحلیل میکردن، هم باز واکنششون میدادن که چه جواب بدن. الان شما از این جماعت تعریف کردید یا تیکن انداختید به اونا؟ نه این به اصطلاح چیه؟ بیانگری اینه من که از خودم دفع مسئولیت میکنم که من مسئولیت این جمله شما رو بوده. نه من میخوام بگم که اینه که به اصطلاح هارد دیسکشون مموریشون خیلی واسع هست. مموریشون 10 گیگ مموری دارن. 10 گیگ مموری دارن، نمیدونم رمشون 10 گیگه، نمیدونم هارد که ترابایت هست، چند ترابایت هست. در حالی که من
نه، مرد اصلا رمش هم کمه، خب وقتی میاد زود راه نمیفته، سرعت نداره. بعد هم وقتی که میگیره گیراییش هم کمه، اون چیزی که نیاز هست فقط همون رو میگیره، چیزای دیگه رو اصلا نمیبینه، اصلا بهش توجه نمیکنه. در حالی که زن اینطور نیست. خب مرد وقتی باش حرف میزنی خب گوش میکنه، اون چیزی که میخواد بگیره، بعد یاد شروع میکنه الان فکر میکنه که چی جواب بده. وقتی که شروع کرد به فکر کردن که چه جواب بده، اصلا از شما نمیشنم که چی میگی. خب زن نه، هم جوابشو میده، هم میشنوه، هم در عین حال در حالی که حرف میزنه فکر میکنه که بعدیش چی بگه. تبارک الله احسن الخالق. این طبیعت بسیار خداوند وقتی زن رو خلق کرد، واقعا زن یک موجود بسیار بسیار خارق العاده است. و همونطوری که میگن که قدیما میگفتن که در هر وقت یک انسان موفق، مرد موفقی رو دیدی، بدون که پشت سرش یه زن بزرگ و موفقی هست. و امروز باید بگیم که هر جا که یک انسان سعید و خوشبختی رو دیدی، بدون که یک زنی هست که تار و پود این خوشبختی رو داره میبافه. برای معرفی جایگاه زن همین بس که مادر از این گروه انتخاب شد میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همچنان نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. کیفر هر بدی مجازاتی همانند آن است، ولی هر کس که گذشت نماید و اصلاح کند پاداش او با الله است. بیگمان الله ستمکاران را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني.
تشعرني بكل أماني. في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع بررسی عوامل طلاق. در موضوع طلاق، ازدواج، موضوعات متعلق به سفره دل میتونید که با ما مکاتبه بکنید. میتونید با ما از طریق ایمیل suleimani@salehaq.tv ایمیل شخصی بنده، یا از طریق صفحه فیسبوک سفره دل، و یا از طریق تلگرام و از طریق واتساپ شبکه جانب صالح حق، همچنین از طریق SMS و همچنین از طریق پیامگیر صوتی. همه این راه ها برای شما عزیزان باز هست. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. اگر موضوع خاصی برای مطرح شدن در برنامه مد نظر شما عزیزان هست، میتونید حتما پیشنهاد بدید و انشاءالله بر روی هر دو دیده خواهیم گذاشت و انشاءالله اجرا خواهیم نمود برای شما خوبان. و در هر موضوعی که متعلق به برنامه‌های سفره دل بوده میتونید انشاءالله ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون مستفید بکنید. در موضوع عوامل طلاق صحبت میکردیم و اینکه عدم شناخت متقابل از شخصیت همسر، چه از دید مرد و یا زن، و عدم آگاهی از تفاوت‌های موجود در شخصیت رفتاری جنس مخالف مرد و زن، یکی از عوامل اصلیه که سبب ایجاد طلاق میشه. یعنی سبب ایجاد عواملی میشه که طبیعتاً نهایتش به طلاق می انجامه و بسیار از مشکلات و درگیری ها و بگو مگوها و قهر و آشتی ها و بهانه گیری ها و سوء تفاهم هایی که پیش میاد در زندگی، بخش بزرگش برمیگرده به عدم شناخت شخصیت همسر، تفاوت های فردی بین جنس مرد و جنس زن و دیدگاه متفاوت اونها نسبت به زندگی و عواملی که در زندگی پیش میاد که جناب دکتر به صورت مفصل در این مورد صحبت فرمودن. جناب دکتر، از عوامل دیگر طلاق چه موردی رو مهم می‌بینید؟ یکی از مواردی که بسیار های اهمیت هست و من میخوام که اون رو با دقت روش فکر کنیم و به اصطلاح بفهمیم. قضیه اینه که ما همونطور که میخوایم که طرف مقابل رو بشناسیم، نیاز هست که خودمون هم بشناسیم. شناخت خود خیلی مهم است. ببینید، خالق ما خداوند متعال ما رو چرا درست کرد؟
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الا لیعبدون. ما انسان رو خلق کردیم برای عبادت خداوند. ما همچنین برای ما همچون جنیون. حالا ما انسان ها برای عبادت خداوند متعال نیاز هست که ما خدامون رو بشناسیم. میشه. خدا کی هست؟ خدا الله اکبر هست. من اللهی که بزرگیش چقدر هست؟ بی نهایت. بی نهایت. پس سیستمی که خداوند متعال ما رو برنامه ریزی کرده، برنامه ریزی شده ایم ما برای بی نهایت. تا بی نهایت ما قدرت داریم، تا بی نهایت این طمع ما، شناخت ما، پویایی ما ادامه خواهد داشت، پایانی نداره. پایانی نداره. تا ما به بی نهایت نرسیم رضایت هم نداریم. پس این رو باید خوب بدونیم، تو مخمون بکاریم. آقا امکان نداره ما به سعادت برسیم مگر از با راه بی خداوند. نهایت. تا بی نهایت. تا نرسیدیم به بی نهایت احساس سعادت نمی کنیم. سیستم ما اینجوریه. اینجوری برنامه‌ریزی شدیم. کل انسان ها اینجوری برنامه‌ریزی شده. اینی که بیایی بگی که نمیدونم انسانی هست که اینقدر دنیا داره خوشبخته، امکان نداره. چون که دنیا هر چقدر باشه محدوده یک نهایتی داره و هر چقدر ما به دست بیاریم بعدش هم بیشترش وجود داره. بله. پس ما هرگز سعادت نخواهیم کرد. سعادت آنی میشه من آرزو دارم که قصری داشته باشم. خب قصر رو به دست آوردم. تا قصر رو به دست آوردم میام 2-3 روز جلوی قصرم وای میسم، عکس میندازم فلان، سلفی میگیرم میذارم تو فیسبوک هم. در بچه پول داره فلان جا. خب یه هفته گذشت، 2 هفته گذشت، این قصر عادی میشه. چرا؟ باز نه اینکه عادی شد، میبینم که نه خیلی هم کمتره. آخه شهردار از من قصرش توپتره، بهتره، شیکتره، فلانی بیشتره الان شروع کردم بهترش رو میخوام، چون بهترش وجود داره. میبینم یا تصور میکنم آقا من میخوام که به صورت یک قصری داشته باشم تو دنیا نباشه. آقا بیا برج نمیدونم چی بزن تو دبی، نمیدونم این برج چی عرب است چی بلایی است، برج خلیفه. خب حالا همین خود خلیفه ای که این برج زده الان براش خیلی عادی است. چند روز پیش اصلا عکس مینداخت و فلان مینداخت. الان فکر میکنه که آقا این نمیدونم چند طبقه است، میشه بلندترش میزنن، میگه همون یکی دیگه داره میزنه، همون اماره، همون به اصطلاح همون مهندسه که این رو زده خودش میگه آقا 2 برابرشون پول باشه بهترشو میزنم. یک چیزیه که پایان ناپذیر است. واسه همینه که خداوند متعال هرگز به دنیا این اجازه رو نداده که باعث خوشبختی انسان بشه. امکان نداره که دنیا مایه خوشبختی بشه. دنیا به تنهایی خودش انسان رو سعادتمند بکنه. امکان نداره. چرا؟ چون که آقا سیستم ما برنامه ریزی شده برای بی نهایت و دنیا نهایت پذیر هست. حتی اگر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی تصویر زیبایی میدن که اگر یک انسانی باشه که 2 دره بزرگ، 2 وادی، طلا و جواهرات و اموال داشته باشه، لتمنى الثالث، دنبال سومی رو اگه می‌داشتم چطور بود؟ سومی رو به دست آورد در پی 4میش. یعنی این حرصش، این آزش روز به روز بیشتر میشه. روز به روز بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی روز به روز این شکنجهش، عذابش بیشتره. چون که به دست آوردن یک چیز دیگه خب تلاش میخواد، زحمت میخواد، حرص میخواد، نمیدونم نقشه ریزی میخواد، فلان میخواد، دادن میخواد، خطر شکست هست، فلان هست. میبینی که اینایی که بیشتر دارن بیماریاشون هم بیشتره، درداشون هم بیشتره. هر که وامش بیش برفش هم بیش. بر علیرغم آن چیزی که ما فکر میکنیم از بیرون که شاید اینها از همه خوشبخت‌تر و سعادتمندترن، امکان نداره. اینا همشون یه سرابی هست. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. خود قارون
کاش مثل ما هم مثل اون چیزی که به قارون داده شد به ما داده میشد. داده خیلی میشد. گفتن، میگفتن، آرزو داشتن. قرآن فرمود گفتن. خب خود قارون آیا راضی بود؟ هرگز. چون که قارون هم به این بود که بیشتر هم امکان داره که به دست بیارم، همش در پی چپاول اموال دیگران بود. الان شما ببینید همین رهبرای کشورهای ما هر یکیشون 900 میلیارد و نمیدونم چند صد میلیارد دلار تو بانک‌های دیگه دارند. خب بابا تو 900 میلیارد دلار داری، برو اونجا در به اصطلاح نعمت زندگی کن، آقا ول کن، بزن این کشور رو بذار بره هر گوری میره. مردم نمیخواند. همین مثال گویا سوریه، آقا ملت سوریه تو رو نمیخوان. خب تو در بانک‌های اروپایی نمیدونم چندین میلیارد دلار داری، چرا خودتو گذاشتی اینجا؟ نه اونا هست اما میشه بیشتر دزدید. در طمع اینی که بیشتر بدزده حاضر نیست ول کنه. این طمع داره اون رو میکشه، داره عذابش میکنه، هرگز احساس سعادت نمیکنه. این امکان نداره که خداوند این دنیا رو این فرصت رو بهش نداده که مصدر سعادت باشه. خب حالا که اینطور امکان نیست، یعنی ما اینطور برنامه ریزی شدیم، باید بدونیم که هرگز به اون نهایت نمیرسیم. واسه همین آقا از علامت‌های ایمان هست، این رو من میگم، حالا بعضیا خواستن قبول کنن بعضیا نخواستن قبول کنن، میخوام که روش فکر کنن قبول کنن. از علامت ایمان هست که زنت رو دوست داشته باشی. از علامت ایمان هست که شوهرت رو دوست داشته باشی. اگه طرف اومد گفت شوهرم خوب نیست و زنم آدم خوبی نیست، من به دلیل اینکه از دین مشکل داره، مشکل دینی داره، دوستش ندارم، چه؟ این یه مسائل فرعی هست، اما در مجموع ببینید اگر مشکل داری یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال تو رو دوست داره، برات مشکل گذاشته، تو رو آزمایش میکنه. اگر مشکل داری یعنی خداوند متعال تو رو دوست داره، برات مشکل گذاشته تا گناهانت رو ذوب کنه. اگر زن داری یا شوهر داری، خداوند متعال نعمت حلالی رو برات مهیا کرده که از این نعمت لذت ببری. اگر مشکل داری در لذت بردن از این، پس حلوا داری، دهنت مشکل داره، سرما خوردی، نمیدونم بیماری فلانی، حلوای شیرین لذت بخش برات تلخه. چشم همچشمی داری، نمیدونم چشم چرونی داری، نمیدونم را به ابتذال کشوندی، ضعف ایمانی داری. ایمان در خانه چقدر مهم است ببینیم. و یه چیزی بگیم، کسی که شناخت از خدا نداره، کسی که خداش رو نمیشناسه، یعنی این رو باید اسمشو گذاشت احمق، نادان، نفهم، دیوونه. چرا؟ بیایید آقای کشاورز میره سر مزرعش، خب بچه نمیدونم یه ساله هم با خودش برده که بلند میشه میفته. آقای کشاورز یه مار گنده‌ای رو دید از اون طرف رد میشه، میبینید که چی؟ همچین فرار میکنه که دیگه اون طرف ها پیداش نشه. میبینیم که بعد از اینکه میبینیم که همین بچه رفته میخواد این ماره رو بگیره، بازی میکنم باش. مار تو مار هست، اژدها هست، خطرش هست. بله. اون به اصطلاح کشاورز چون خطر رو شناخت ترسید. کودک چون عقل نداره، شناخت نداره، درک و فهم نداره، یا مرد بزرگی باشه دیوونه باشه، نمیفهمه. خودم این مار رو هم بگیره، فکر میکنه تنها بی‌ارز بازی کنه باشه. خب اینه که ما وقتی میگیم کسی شناخت نداره از یک مورد خاصی، نمیتونه چطور برخورد کنه. وقتی ما خدای بزرگ رو شناختیم، هیبت بزرگی و عظمت خدا رو شناختیم، صفتهای خدا رو شناختیم، میدونیم که چطور برخورد کنیم. کسی که خداش رو نمیشناسه، دیوونه است، احمقه، نمیفهمه، خب نمیدونه چطور برخورد کنه. اینجاست که معنای ایمان در خونه هم
خوب واضح میشه. به این معنا که مثلا در خونه همه امکانات هست. خب خونه های امروزی امکانات هست، همه چیزش با ریموت هست. خب ریموت میزنه پرده میره بالا، ریموت میزنه نمیدونم سقف باز میشه، تلویزیون نمیدونم چی 3D و نمیدونم فلان میاد پایین و روشن میشه. آقای سلیمانی بو برنامه نمیدونم حفظ قرآن و سفره دل میاد، نمیدونم ریموت میزنه فلان روشن میشه فلان میشه. همه امکاناتو به اصطلاح زندگی هست تو خونه. خب امکانات هست، ایمان نیست. ایمان چی هست؟ ایمان الکتریسیته این خونه است. تصور کنید همه خونه دیواراش هم با برق کار میکنه، نشیمنگاش هم با برقه، نمیدونم همه چیزش با برق. الان تو این خونه برق نیست. حالا میخوای چیکار کنی؟ چه دیگه زغال بیاریم آتیش کنیم؟ میشه دیگه یه کارتونه میشه یه غار، تاریک، یه غار. یه غاره دیگه. حتی یه غار غاری برای که نمیشه استفاده کرد. همه امکانات در زندگی هست، ایمان نیست، اون زندگی جهنمه. ببینید میخوایم مبنای شناخت انسانها بر زندگی زناشویی رو تشخیص بدیم، بدونیم که آقا زندگی زناشویی آغازش چطوری هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله تصویر واقع زندگی رو به ما میگه. آقایون شما ازدواج میکنید، زن رو انتخاب میکنید بر 4 اساس که شما اونا رو به حساب معیار قرار دادید. معیار انتخاب یک همسر هست. معیارهای انتخاب همسر در بین مردم، نه اینی که معیار دینی هست. بله. یعنی غالبا مردم به مردم این اینا یکی از این توجه دلایل میرن برای خواستگاری. خب چی هستند این دلایل؟ تون که حال مرأة لأربع لجمالها، زیباست، خیلی خوشگله. خب اینو بورسه. این بورس به زنایی که به اولین حرفش خوشگله. خب خوشگل شد. آقا چی؟ ماله ها، پول دارم هست ها. خب دیگه از یه خانواده لرد و خانواده با حسب و نسبی هستن، فامیل دار هست. دیگهش دین دارم هست. خب الان ببین زیبایی، مال و ثروت، به اصطلاح مکانت اجتماعی، خب اینا ربط داره به دنیا. بله. چون که ربط داره به دنیا، امکان نداره مصدر سعادت و خوشبختی باشه. چرا؟ چون که برنامه ریزی ما انسان ها برنامه ریزی شدیم بر بی‌نهایت. سیستم ما سیستم رفتن به سوی بی‌نهایت هست و اینها چیزایی هست که نهایت داره. آقا هر زن زیبایی بگیری ازش زیباتر پیدا میکنی. اول که زیبا بود، خیلی خوش بودی، یه ماه عسلی که نگذشته بود دیدی هم زن فلانی یا دختر فلانی از این زیباتره. یه ماه اول کیف بود و نمیدونم از زیباییش لذت میبردی. بعد از اون ماه گذشت عادی شد. یه 2-3 ماه گذشته بود دیدی که خیلی از اون زیباترن. چون که تو همیشه سیستم اینجوریه که به سوی بیشتر و بیشتر میره. تعالی پیش میرم میشه. مال و ثروت اولش خیلی خوش میگذره. ما همه چیز در زندگیمون، طرف رو میبینی ماشینی گرفت خیلی آرزو داشت که این ماشین روزای اول میره این طرف اون طرف خسته میشه. عادی میشه براش، خسته کننده میشه، نمیدونم ولش میکنه. تنوع جدیده، یه چیز جدید. مال همینطور، نمیدونم حسب و نسب و مکانت اجتماعی همینطور. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان نصیحت میگه آهای فظفر بذات دین تریبت یدک. اگر میخوای خوشبخت بشی دین داره را بگیر. چرا دین داره؟ دین داره چون که برق داره، چون که ایمان داره، نیرو داره. همون مثال الکتریسیته داخل خونه. اگر ما در داخل خونه یه لامپ داشتیم، همون یه لامپه چون که ایمان هست، الکتریسیته هست، خونه ما رو روشن میکنه، منور میکنه. اما تو این خونه ما 100 تا پروژکتور داریم، 100 تا لامپای نئون و نمیدونم لوستر و فلان داریم، اما چون ایمان نیست تو این خونه
تاریکه، غاره. اینه که مصدر سعادت در هر خونه ایمان هست. طرف اومد گفت که دخترم رو به کی بدم؟ دختر دارم میخوام شوهرش بدم، به کی بدم؟ نصیحت کردن بهش، گفتن آقا به دیندار بده. چرا؟ چون که دیندار اگر دوستش داشته باشه خودشو فدای اون زن میکنه و به اصطلاح خدمتش میکنه و میشه ملکه، فرشتش میشه و ملکش میشه. اگه دوستش نداشته باشه، مدتی گذشت دوستش نداره، نمیدونم بنا به دلایلی به اون چیزی که میخواست نیست فلان، بهش ظلم نخواهد کرد. انصاف داره، انصاف داره. مرده. زن از مرد چی میخواد؟ زن از مرد دو چیز میخواد. یکی حمایت میخواد که احساس کنه یه سقفی بالا سر داره، یکی محبت میخواد. اگر این دوتا رو دید، شوهر بهش اهتمام میده، مواظبشه، بهش رسیدگی میکنه و بهش عشق میورزه، این زن دیگه تو دنیا هیچی نمیخواد. خب الان وقتی که ایمان باشه، ایمان درسته که شما رو به اصطلاح مجبور نمیکنه که دوست داشته باشید، اما فضایی به وجود میاره که شما مجبوراً دوست خواهید داشت. چرا؟ چون که یه نیازی شما دارید. خب مثل یک فردی که گرسنه میشه، آدمی که گرسنه میشه، خیلی که گرسنه شد، همون نمیدونم عدس خیلی خوشمزه میشه. چرا؟ چون که دسترسی به جای دیگه اگر داره چشم نداره که اونا رو ببینه. همون نون خشکش هم براش کباب مزه میده، بهترین مزه رو میده چون گرسنه است. بله. در حالت عادی شاید از نون خشک خوشش نیاد، اما وقتی گرسنه شد خوشش خواهد اومد. یعنی ایمان به اون محبت در سایه وجود ایمان به اون فرد تزریق میشه. حالا ببینید، شما الان ببینید در جامعه ما جوانایی که تو بورسن در مسائل ازدواج کیا هستن؟ جوانای رو بورس مسائل ازدواج جوانای پایبند به دین هستن. دخترایی که تو بورسن در مسائل ازدواج دخترای لات بازاری و نمیدونم پوشش های بد و اینا نیستن. درسته که برای اینا سود زده میشه، برای اینا کف زده میشه، برای اینا چشمک زده میشه، برای اینا یک کالای تجاری هست، یک کالای تجاری برای وقت گذروندن، برای به اصطلاح مثل به اصطلاح اگر یه ماشین کرایه، یک ماشین کرایی، یه دستشویی سر خیابون. اما کسی که اینا رو کرایه کرده بود حاضر نیست با اینا زندگی کنه. ابداً. بهش میگی بابا تو با این میگفتی که نمیدونم دوست دخترمه فلانی، میخوای که به اصطلاح بیای به، میگه نه، من وقتی میخوام زن بگیرم من مادر میگیرم برای بچه‌هام. من این زنی میخوام که مال من باشه، نمیخوام یه زنی که به اصطلاح هرزه مردم باشه. با هرزه میره اما حاضر نیست اونو به زن بگیره. نه. زنه رو میخوای به اصطلاح، دختره رو میخوای که به اصطلاح شوهر بدی، فوراً در پی یه انسانی هست که پایبندی به دین داشته باشه. من دخترایی دارم، دخترایی به اصطلاح دانشجویی دارم، حاضرن که زن دوم و سوم یا چهارم یک انسان پایبند به دین بشن، اما حاضر نیستن زن یک انسان غیر پایبند به دین یا به اصطلاح انسانی باشن که روش علامت استفهام هست. اون حداقل زندگیشو واضح و آشکار، صاف و ساده است. میگه که اگر من بهش میگم که دخترم تو مثلا عمرت کمه، 24 سال داری، یعنی فرصت ازدواج داری، خب چرا میخوای عجله کنی؟ میگه برای اگر این کسی که پدر مادرم برام خواستن اینو به من بدم، میدونم که زندگیم رو جهنم میکنه. تو زندگیش ایمان نیست، الکتریسیته نیست، هر چقدر مال و ثروت داشته باشه، اما اونی که 3 تا زن داره، حداقل میدونم یه 4م شوهری دارم. اینجا نه شوهر دارم بلکه عذاب دارم، اونجا حداقل یک 4م شوهری دارم. اینه که ببینید جایی که ایمان باشه، خداوند متعال چی میفرماید؟ خلاصه کنیم بحث جناب دکتر که کمتر از 5 دقیقه فرصت. در کمتر از 5 دقیقه یک فرمول قرآنی میگیم. فرمول قرآنی چی میگه؟ فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی.
هر کسی که راه و رسم قرآنی رو در پیش گرفت، هر کسی که راه قرآن رو در پیش گرفت. قرآن چیه؟ قرآن همون سیستمیه که خداوند متعال ما رو بر اون برنامه ریزی کرده. خداوند ما رو خلق کرده، یه برنامه ریزی در جسم ما گذاشته به سوی بی‌نهایت، یک کاتالوگی هم برای ما گذاشته که بر مبنای این کاتالوگ اگر خودمون ندونستیم کدوم دکمه رو بزنیم، این کاتالوگ به اصطلاح مسیر زندگی راهم، به اصطلاح مسیر زندگی ما قرآن. خب وقتی ما میایم روی این فرمول کار میکنیم، یک فرمول قرآنی، آقا میخوایم خوشبخت بشیم، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. هر کسی که در مسیر قرآن حرکت کرد نه گمراه میشه نه بدبخت و نگونبخت میشه. طرف دوم معادله، و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کس که قرآن منو کنار زد، کاتالوگ زندگی رو کنار زد، مسیری که من براش روی اون برنامه ریزیش کردم نرفت، فلا و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. در دنیا بدبخته، و نحشره یوم القیامة اعما. در دنیا بدبخت، در آخرت هم بدبخت. چرا؟ چون که این راه نگونبختی رو به یه سیستمی رو ما به یک شیوهی برنامه ریزی کردیم، روی اون برنامه راه نمیره، حرکت نمیکنه، میگیم آقا این سیستم ویروس زده است، این سیستم مشکل داره، ببرید درستش کنید. چرا؟ چون یه سیستمی که بر اساس اون دفترچه راهنمایی که براش گذاشته بودیم نرفته. دقیقاً. و اینه که یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند متعال سعادت و خوشبختی است. و سعادت و خوشبختی هم مبنای الکتریسش، کلیدش ایمانه. بزرگتر از سعادت و خوشبختی چی هست؟ اینه که ما برسیم به مرحله‌ای که اون رو میگن مرحله رضایت خداوند متعال. در مرحله رضایت خداوند متعال به پیامبرش چه فرمودن؟ ولسوف یعطیک ربک فترضی. خداوند به تو ای محمد آنچنان میده که راضی و خوشنود بشی، نه اینکه خوشبخت بشی، چون خوشبخت شدن قبل از این مهیاست، مرحله قبلش هست. خداوند متعال به صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مژده بهشت میده، اما قبل از اون رضی الله عنهم و رضوا عنه، که خداوند از اونا راضی شد. خیلی بزرگتره این نعمت، خیلی نعمت رضایت، رسیدن به رضایت خداوند. اگر ما به این مرحله از کسب رضایت خداوند رسیدیم، دیگه ما در مسیری حرکت میکنیم که بر اون سیستماتیک برنامه ریزی شدیم و هر وقت ما روی مسیر حرکت میکنیم احساس سعادت میکنیم. خداوند متعال ما رو برنامه ریزی کرده ما راستگو باشیم، وقتی راست میگیم احساس سعادت میکنیم. برنامه ریزیمون کرده که به اصطلاح صدقه بدیم، وقتی صدقه میدیم احساس سعادت میکنیم. برنامه ریزی کرده که وفا به عهد داشته باشیم، وقتی وفا به عهد داریم، احترام دیگران رو داریم، زندگی به اصطلاح زناشویی رو بر مبنای قرآن، احساس سعادت میکنیم، خوشبختی میکنیم. از این راه اشتباه رفتیم، کج رفتیم، احساس به اصطلاح بدبختی و نگونبختی و مشکلات و نمیدونم دردسر. الله تعالی همین باشه، ما را از این مشکلات نجات بده و فهم صحیح و درست دین رو نصیب بکنه و لذت زندگی در سایه دین رو. صحبت پایانی شما با بینندگان عزیز. صحبت پایانی عزیز جان گل، حالا همسر هستید، شوهر هستید، نمیدونم در فکر ازدواج هستید یا قبلا ازدواج کردید، یک وارسی بکن زندگیت رو بر مبنایی که خداوند متعال تو رو برنامه ریزی کرده، حرکت کن. اگر در زندگی خوشبخت نشدی، سعادت رو ندیدی، اون وقته که میتونی به ما اعتراض کنی. خیلی ممنونم. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و تشکر خاص از احمد جان، از فرید و منیر احمد و رفیع جاوید جان عزیز در بخش کنترل. و عزیزان میتونید بعد از پایان برنامه بلافاصله فایل صوتی این برنامه رو در تلگرام شبکه جانب صالح دریافت بکنید. عزیزانی که دوست دارن میتونن گوش بکنن، فایل صوتی رو اونجا هست. فایل تصویری رو باز انشاءالله در یوتیوب شبکه جانب صالح میتونید در صفحه یوتیوب مشاهده بنمایید. در پایان از الله متعال
برای همه ما و شما و گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانیم. الله یار نگهدارش. جزاکم الله خیرا.